یوگای چطوری بچه؟ خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید کانال کلنجان. امروز من با گیمپلی بازی روبلاکس، اما یه بازی ایرانی. بله، یه بازی که یه ایرانی اونو ساخته. وقت معطل نمی کنم، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بچه اینم از بازی عشق کنی. نگاه به به چه هوای دلانگیزی. بله، منو مشاهده میکنی نوشته بیکار، کار نداریم. ماشینا رو نگاه، عشق. بابا چه ماشینایی. پراید داره، پراید بابا، پراید آبی ندیده بودیم که دیدیم. تکس داره، پولا یکیه، همه شون 10 تایی میده. شغل. خب میخوایم بریم شغل پیدا کنیم اول، یا نه از اول برم این محیط رو بهتون نشون بدم ببینیم چجوریه. سوار دوچرخه شدم. خب حالا بذار دوربین رو کوچیک کنم خودم ببینم چه خبره اصلا. خب بریم سوار دوچرخه شیم، با دوچرخه بریم. واو، دوچرخه مناطق محروم سیل‌زده. حالا شد. اوه چه دوچرخه ای. واه سرعتی هم داره. به نازم آجی. ببین مپ چه گنده است. گرافیکو تو فقط نگاه کن. خب پراید. و من برج آزادی کدوم ور بود؟ برج آزادی درسته؟ برج آزادی، آها درسته، مستقیم باید بریم. بذار برم برج آزادی رو نشون بدم بهتون. خب به 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 به، اینم از برج آزادی. ببین تو فقط کیفیت چمنا رو عشق کن. نگاه کن. به به، برج آزادی. فقط اینجا چه چاله داره. منطقیه. هیچی منطقیه دیگه، چاله داره. واو چه جاییه. ببین اینقدر باحال این بازی اصلا حرف نداره. نگاه کیفیت، نگاه تو. واو خیابونا رو نگاه، جون میده بری. اون تهمه ها چیه؟ خب بابا جاغران همه رانندگی داره. Oh my god! Wow! Oh my god! کیفیت رو ببین. یه از ساختمان ها رو داره. بس سید ایران انقدر ساختمون بلند نداره. سید ساختمان های ایران خیلی کوتاهه، کوتولن. اوور میشه رفت. نه نمیشه. میشه نمیشه. میشه. به به زمین برفی. آب. به به چه آب زلالی. حالا ولش کن آب زلال رو برمیگردیم به شهر. حالا شغل پیدا کنیم. این شغل پیدا میتونیم بشونیم. شغل میتونیم پیدا کنیم. رفتگری که نوچ، تاکسیانی هم نوچ، رات موتوموس، باریستا ساعتی نیا. این چیه؟ رایت، این نمیدونم همینو میزنه. راننده اتوبوس شدن. سید یا نه من چرا راننده اتوبوس؟ حالش کنه راننده اتوبوس شدیم. خب سید الان چجوری سوار کنم؟ سوار شد دیگه. واه اتوبوس باس اسپام. حالا باید برم تو موقعیت ها اونایی که زرده. خب بریم یه دونه مسافر کسی اسک. همین سید زمانم نیست. خدا رو شکر 100 تومن گرفتم. خدا رو شکر. منطقیه با یه دونه، منطقیه با هر یه دونه چیز 100 تومن 100 تومن داشت. اینجور که پولدار میشم من. گلوم رفت. ببین اصلا این نظیره. 500 تومن تا حالا من جور کردم. یکاش تو زندگی ایرانم اینقدر راحت بود پول جمع کردن. داشت الان فکرم همینو باید
کاش تو ایران هم اینجوری بود جمع کرده. واو چه شبی داره. بنازم شبش هم خفنه. خب به چپ بروید، مستقیم بروید. خب تا حالا 800 تومن جور شد. بنازم عالیه. همه چی آرومه، من جنگ نقاشی بریدم. حاج کرم به به توشم. یا اول چرا انقدر تون شد؟ دیف میشه کشید داداش. ماشالله گاز بده. آیا دریفت؟ مستقیم گاز بده. چه سرعتی عشق. 2000 تا جمع کنم دیگه بس. ماشالله. حالا مستقیم برو. سید بپیچ به راست. ماشالله. من اینو موندم هر شو. یعنی مثلا چیزه چی میگن پولش یکیه. من که دو شغله نمیتونم بشم. 2200 تا جمع کردم. با 2200 چقدر چی میدم؟ خب اینجا راه داشت. نیومبر زدم. همون مسئله قبلی رو دارم میرم. من مسئلهش عوض نمیشه. داداش دیریف کشید من. برو. حالا بپیچ. بابا دوباره بپیچ. بسته دیگه آقا جان. بسته آقا بسته. خب چه شبی بنازم. ماهشو نگاه. بعد نه این خیلی چیزه. لباس فروش میشه رفت. داداش سید در منطقه. واه میتونم لباس بخرم. همش مجانیه خدا رو شکر. 2000 years later. خب بریم ببینیم. چه هیچکی نیست الان؟ همه رفتن. چه هیچکی نیست واقعا. هستن ولی نیستن. بریم ماشین بخریم. ماشین از کجا باید بخرم؟ اینو میشه سوار شد؟ ماشینشو ببرم. خدافظ. واه بنازم چه ماشینی. بعد داشت ماشین دزدی کردم ازم گرفت ماشینو. رفته یری هم داره. خدای کدوم خنگی میره رفته یری. من اول میرسم. برو بر بابا. خب سید ببینم چی میتونم بخرم ازت. خب 2500 تا تازه با 3000 تا یه پرایت میشه خرید. داداش اقتصاد تو این بازی بی‌نظیره. خب بچه های گل ویدیو رو بزنم به پایان رسید. امیدوارم از این ویدیو لذت بردید. حتما لایک و کامنت بذارین. کانال دنبال ندارین دنبال کنین. زنگوله بغلش هم بکونین تا ویدیو جدید مطلع شین. راستی اسم همین بازی توربولاکس رو براتون تو همون چیز همون کامنت ها نوشتم براتون. گودبای کرم جان.